اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم دوستان عزیز در میدان حشر هستیم و بحث سر میدان حشر میکنیم. در میدان حشر یکی از اموری که موجود هست حوض است و حوض عبارت از همون جای پر است که در میدان قیامت می باشه. در میدان قیامت حوضی هست که در او این مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله است و رسول الله صلی الله علیه و آله برای امت خود از این حوض آب میده. ساختمان حوض مکان است که در داخل از او آب از جنت میه. پس یکی کوثر است و یکی حوض است. فرق بین حوض و کوثر چی است که در احادیث به این مکانی که در میدان حشر گفته شده این حوض گفته شده، اما نهری که در جنت است و از او آب میاد که تا بالاخره آب از او باز جمع میشه در حوض، او را کوثر میگه که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پس کوثر همون نهر است که در جنت است و به رسول الله صلی الله علیه و آله داده شده است. از این نهر آب میای جمع میشه در کجا؟ در حوض و این حوض در میدان حشر است. در حدیث شریف از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، حدیث صحیح بخاری هست که میگه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه و منبری علی حوضی. یعنی میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که بین منبر ما و بین خانه ما باغ از باغهای جنت است و منبر ما بالای حوض ما هست. پس حوض ثابت است. دیگه در میدان حشر حساب است. حساب عبارت است توقف دادن بنده ها قبل از گرفتن اعمال نامه برای حساب و محاسبه هست. ابو برزه ندله ابن عبید اسلمی روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لا تزول قدم عبد حتی یسأله، تا زمان قدم های بنده در امو میدان محشر و قیامت می باشه تا که سؤال شود عن عمره فیم افناه. اینجا امرایش حساب میشه که عمرت در چی گذاشتاندی و عن علمه فیما فعل فیه، در علمش در او چی کرده، و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، و از مالش پرسان میشه که ایده از کجا پیدا کردی و در کجا مصرف کردی، و عن جسمه فیما ابلاه، و در جسمش که ایده در کجا مصرف کردی، خود جسمت در چی ضعیف ساختی. حدیث حسن صحیح است که ترمذی روایت کرده. در آیت شریف میگه که الله سبحانه و تعالی میگه یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. در آن روز همگی به پیشگاه الله عرضه می شود و هیچ چیزی از شما مخفی نمیمانه. و این کان مثقال حبة من خردل اتینا بها، اگر عمل شما به اندازه یکی بر هزارم حصه یک دانه خردل هم باشه، الله میگه او رو برتان حاضر میکنیم و کفا بنا حاسبین، کفایت میکنه بر ما که حساب کننده ها باشیم. حساب چند قسم است.
اول حساب آسان است. حساب آسان چی را میگن؟ که او حساب آسان عرض میگن، فقط عمل یک انسان برای یک انسان عرض میشه. فاما من اوتی کتابه بیمینه، این حساب مؤمنایی است که کتاب خود با دست راست میگیرن. الله سبحانه و تعالی میگه که فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، از این حساب یسیر میشه. ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه که نبی کریم صلی الله علیه و آله فرمود که من حسبه عذبه، میگه رسول الله گفت که هر کس محاسبه شوه باز او عذاب میشه. میگه لکن شما ام المؤمنین میگه که فاما من اوتی کتابه بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که این عرضه اعمال است و اگر حساب شوه باز این حساب میشه. یعنی اینجا حساب در حقیقت یک عرض است، یک پیشکش عمل است. دوم قسم محاسبه کافرا هست که اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المهاد، از اینا حسابشان بسیار سخت می باشه. یکی از احادیثی که واقعا مسلمان ها در این حالت محاسبه می بینن که در روز قیامت الله به بنده مؤمن خود نزد خود فرا می خواند و در کنارش می گیرد و بدور از انظار دیگران به او می گوید که آیا فلان گناه را نکردی، آیا فلان گناه را نکردی. بنده وقتی که یاره می بینه بسیار به گناه های خود اعتراف می کنه و فکر می کنه که ای پروردگارم بله کار کردم و با تمام گناه های خود اعتراف میکنه و این بنده فکر میکنه خلاص من هلاک شدم، خالق متعال این گناه را نکردی، این گناه را نکردی. آنگاه الله سبحانه و تعالی برش میگه که در دنیا گناهت پوشاندم، امروز هم تو را میبخشم. این سبحان الله، این رحمت الله هست بر انسان های موحد یکتا پرست که عقیده درست داشته باشن، ولو که گناه های خطرناک هم دارن الله متعال گناه هایشان برشان عرض میکنه، ولی میگه در دنیا ستر کردم در آخرت هم ستر میکنم که الله متعال مستحق این ستر ما و شما را بگردانه در روز قیامت. دیگر مسائلی که در حشر است میزان است. الله سبحانه و تعالی میگه و ندعو الموازین القسط، میزان های قسط لیوم القیامه، در روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ نفس ظلم نمیشه بالای شده و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفى بنا حاسبین. در آیات دیگه میگه والوزن یومئذ الحق، ترازوی میزان این چیز حق است. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کسی که میزان اعمالشان ثقیل شد اعمال صالحشان فاولئک هم المفلحون. و احادیث زیادی درباره چی هستن میزان و اینا هست. بالاخره بعد از این توضیح کتاب ها هست. نشر اعمال است. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا. پس الله سبحانه و تعالی میگه که و وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فی، مجرمین تعجب میکنن، ترسان و متوحش میباشن، میگن یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، چه قسم کتاب است، لم یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، هیچ خرد بزرگ نبوده که کلش احصا کرده. سبحان الله، این کتاب است که کل از حساب شده. اما خوشا به حال کسی که دفتر اعمالش به دست راستش داده میشه. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. بالاخره وقتی از میدان حشر حرکت میشه و دفاتر اعمال گرفته میشه، حال انسان ها حرکت میکنن از میدان حشر به طرف جنت. کافر و منافق و مشرک و ملحد و بیدین در میدان حشر دروازه های دوزخ برشان باز میشن، داخل دوزخ میشن. اما مؤمنین به طرف جنت میرن.
ولی اینجا یک نقطه هست که بین میدان حشر و بین جنت دوزخ است. حالا از میدان حشر چه قسم به جنت برن؟ بالای دوزخ پل است که اینه چی میگن؟ صراط میگن. پس مسلمان ها حرکت میکنن از صراط. و این منکم الا واردها. ببینین در آیت قرآن میگه که سوره مریم آیت 71 هیچ کسی از شما نیست مگر ای که ورود میکنین. یکی دخول است. ببینین میدان حشر است، کافرها داخل میشن، ادخلوا داخل شوین. اما مؤمنان چی میکنن؟ ورود میکنن از سر بام بالای همین دوزخ پل تیر شده است که این صراط میگن و مسلمان ها از این ورود میکنن، تیر میشن. پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، کل مسلمان ها از سر از چی میشن؟ تیر میشن و میرسن به کجا؟ به جنت. رسول الله صلی الله علیه و آله که یضرب الصراط بین الظهرانی جهنم. صراط، پل صراط در کجا میباشه؟ در سر پل صراط بالای جهنم. فاکون اول من یجوز من الرسل به امته. میگه من اولین کسی میباشم که امرای امت خود از اینجا تیر میشم. ولا یتکلم یومئذ احد الا الرسل. هیچ کسی در این وقت گپ زدن نمیتونه مگر پیغمبرا. و کلام الرسل یومئذ اللهم سلم سلم. پروردگار ما را سلامت چیکو از این امت ما را سلامت داشته باش. و طبعا در حدیث شریف است که در روز از صراط، چون صراط خودش مربوط غیب است، ما همون قسمی که آمده هست در آیات و احادیث به او ایمان داریم. پس مردم به اشکال مختلف از صراط مرور میکنن. بعضی ها مثل حرکت یک چشم مرور میکنن، بعضی ها مثل برق مرور میکنن، بعضی ها مثل ابر مرور میکنن، بعضی ها مثل افتادن ستاره ها مرور میکنن، بعضی ها مثل باد حرکت یعنی حرکت های مردم فرق میکنه نظر به اعمالشان. بعضی ها حرکتشان مثل حرکت اصل میباشه، بعضی ها مانند رفتن یک شخص، مثل یک شخص عادی که در راه میره این قسم حرکت میکنه در پل صراط. و حتی کسانی که نورش به اندازه انگشت ابهامه قدمش برایش داده شده است با خزیدن بالای روی دستان و پاهایش مرور میکنه. یعنی بعضی ها مثل برق میره و بعضی کسانی که میگه مفته پس میره با روی زمین، در زمین اما خود کشکش کردن بالاخره به می اندازه از صراط چی میشن؟ تیر میشن و بالاخره نوبت میرسه به قنطره. قنطره چی هست؟ در قسمت قنطره علما میگن که یا پل به امتداد صراط و یا میدان هست که در نهایت صراط است، بین صراط و جنت است. المهم بین صراط و جنت یک جای دیگه هست، خواه به شکل میدان است یا به شکل پل است. این هم این قنطره میگن. پس فرق بین صراط و قنطره چی است؟ در صراط انسان حقوق الله اینجا قصاص گرفته میشه، حقوق الله، نماز و روزه و حج و زکات یا و حقوق بنده ها در قنطره هست. در قنطره هست وقتی که از اینجا باز خلاص میشن باز چی میشه؟ امام بخاری در صحیح بخاری باب را به نام قصاص و ظلم ستم بیان کرده که زمانی که مؤمنان از دوزخ نجات پیدا میکنند روی پل بین بهشت و دوزخ متوقف میشوند و قصاص ظلم و ستم‌های را که در دنیا نسبت بر یکدیگر روا داشته‌اند پس میدهند تا اینکه پاک و صاف شوند. اینمی قنطره هست که اینجا باز قصاص، یک کس را شما دشنام دادین، حق کس را خوردین، ظلم در حق کس کردین، در قنطره اینجا باید همراه هر کسی محاسبه شود که این قنطره هست. بالاخره به جنت میرسیم و انسان‌های مؤمن به جنت میرسن. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. سرعت حاصل بکنین به مغفرت از پروردگارتان و جنتی که عرض ازی به اندازه آسمان ها و زمین است، اعدت للمتقین، برای انسان‌های متقین. خب در جنت قصرهای است، قصرهای جنت است و در جنت جویبارهای است، انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم یتغیر طعمه. از آب است و از شیری که طعمش تغییر نمیکنه و من خمر لذت للشاربین و از شراب است که بر لذت است برای کسایی که می نوشن. و انهار من عسل مصفى و لهم فیها من کل الثمرات. دیگه لباس های جنتی ها لباس های خاص از ظروف جنت است، میوه های جنت است
همسران جنتی ها هست، خدمتگاران جنتی ها هست. اینا کلشان چی هستن؟ اینا در جنت چیزایی هستن. خلاصه ای که در جنت چیزایی است که چشم ندیده است و گوش نشنیده است و در قلب انسان هم خطور نکرده. پس نعمت های جنت بسیار زیاد است که انسان های مسلمان چی کنن؟ در فکر ازی باشن که کدام اسباب است که ما را داخل جنت میکنن. اسبابی که سبب دخول جنت میشه، اولی سببش رحمت الهی هست. رحمت الهی است که ما مسلمان ها امیدوار هستیم که ان شاء الله تعالی با اساس رحمت الهی داخل جنت الهی شیم. دوم قلب سلیم است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلبی که از شهوات و از شبهات خالی باشه، این قلب سلیم است. و دیگه سبب جنت که هسته بله رحمت الهی است، سبب اولش. سبب دومش ایمان است. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. و سبب سومش ایمان به اعمال صالحه هست. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که همراه ایمان به همراه اعمال صالحه باشه. سبب چهارمش استقامت در ایمان است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پنجمش قلب سلیم است. ششمش تقوا هست. هفتمش هجرت و جهاد است. و دیگه از اسباب دخول شدن به جنت که است اطاعت از الله و رسولش است که تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار. و توبه نصوح از دیگه سببش یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم و یدخلكم جنات تجری من تحت الانهار. سبب دیگهش تطبیق اوامر و حفظ خود از نواهی است. اولئک فی جنات مکرمون. و دیگه اسباب جنت، سبب دیگه از جنت که چی است؟ احسان است. للذین احسنوا الحسن و زیاده. و سبب دیگهش چی است؟ بقیه صفات است. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. دیگه اینیا کس از اسباب دخول به جنت است. و آخری چیزی که میمانه در چیز دوزخ است که الله متعال ما و شما را از او حفظ بکنه. به دوزخ ایمان داریم و دوزخ عذابهای بسیار خطرناک داره. و آنچه که سبب رفتن به دوزخ میشه شرک است، تکذیب پیغمبرها هست، کفر است، حسادت است، ظلم است، خیانت است، قطع صله رحم است، بخیلی، ریا، منافقت. خود از امتحان الهی در امن دانستن، ناامیدی از رحمت الهی و تمام گناه های کبیره که در کتاب و سنت ذکر شده، اینا اسبابی هستند که انسان به دوزخ میبرن. الله متعال ما و شما را از شرک و کفر و بیدینی و بیایمانی از اینا نجات بده. و انسان مؤمن و هوشیار و فهمیده امی هست که در زندگی خود سعی و تلاش میکنه که بر زندگی دنیای خود هم کار بکنه و بر زندگی آخرت هم کار بکنه. انسان مسلمان همیشه میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پس انسان مسلمان میگه پروردگار برای من نیکی های دنیا را نصیب کن. انسان 9 ماه در بطن مادر میباشه، برای زمین 9 ماه کار میکنه. بالاخره بعد از بطن مادر نوبت میرسه به زندگی دنیا. به اندازه ضرورت دنیا برای دنیای خود کار میکنه، ولی میفهمه که بالاخره چندین هزار سال در قبر میباشه و بالاخره باز فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در یک روز قیامت که مقدارش 50,000 سال از روز قیامت در اونجا میباشه. و بالاخره حساب است، کتاب است، میزان است، صراط است، قنطره هست. دوباره تمام از اینا فکر میکنه و بالاخره زندگی ابدی در جنت است یا دوزخ است. کوشش میکنه که بر زندگی ابدی خود در جنت کار بکنه و همیشه قلب خود با خالق خود با اخلاص می داشته باشه و همیشه دعا میکنه که پروردگارا آخرین کلمه که از زبان من خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بگردانی. دعا میکنه. ولی در پالوی ازی تنها نمیکنه که دعا بکنه بدون عمل.
یعنی انسان مسلمان که میخواد که آخرین کلمه از زبانش که خارج میشه کلمه لا اله الا الله باشه، و امی قسم که الله بر او امر کرده مطابق اوامر الله زندگی میکنه، تعهدات خود در مقابل کلمه خود حفظ میکنه. من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. پس این لا اله الا الله که در آخر عمر در زبان ما جاری میشه و سبب دخول ما به جنت میشه، این کلمه از ما چی میخواد که ما ایره در زندگی خود انجام بدیم تا ای که در وقت مرگ در زبان ما جاری شود. امی است که تعهداتی که به کلمه لا اله الا الله کردیم با او باید در طول زندگی خود استاد باشیم که متاسفانه بسیاری کسا از پیششان امی تعهدات خطا میخورن و یا شرک در ذات میکنن یا شرک در عبادات میکنن، با وجودی که میگن ما عبادت الله را میکنم لکن در عبادت الله مخلوق را شریک میکنن، و یا هم مثلا در اطاعت الله که تعهد کردن او را مشکنانن به عوض شریعت الله نظام های دیگه مخلوقی را میگیرن، و یا هم طریقه پیغمبر صلی الله علیه و آله فراموش میکنن به طریقه های دیگه میرن و اینجاست که تعهداتشون با کلمه مشکنه. پس الله متعال ما شما را توفیق نصیب بکنه که در زندگی خود کار بکنیم که نتیجه کار ما سبب ازی شود که با اساس با رحمت الله البته که از الله تقاضا بکنیم که پروردگار خاتمه ما را و بی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بگردان. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك